فکرشو بکن یه روز بیدار شی، لپتاپتو باز کنی و ببینی یه AI نشسته داره بازی میسازه بدون اینکه کسی بهش چیزی بگه، بدون تیم، بدون برنامه نویس، هیچی. خودش داره از صفر یه بازی خلق میکنه. خب سوال اینه، آیا واقعا هوش مصنوعی میتونه خودش تنهایی یه بازی کامل بسازه؟ یا فقط ادای باهوشا رو در میاره و تهش بدون ما کاری از دستش بر نمیاد؟ سلام و خیلی خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو قراره با هم توی این قضیه رو در بیاریم. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. ببین، ساخت بازی چیزی نیست که یه نفر چه برسه به یه ربات همینطوری از پسش بر بیاد. برای ساخت یه بازی باید کلی چیز آماده کنی. یه ایده درست حسابی یا داستان باحال، طراحی دنیا و شخصیت‌ها، گیم پلی و مکانیک بازی، صداگذاری، موسیقی، دیالوگ و در آخر تست و دیباگ و هزاران دردسر دیگه. حالا بیایم ببینیم AI تو کدوم قسمت‌ها واقعا میتونه کمک کنه و کجاها هنوز لنگ میزنه. اول از همه ایده و داستان. چت جی پی تی رو باز کن، بگو یه بازی برام طراحی کن که توش گربه‌ها علیه ربات‌ها قیام کردن. در عرض چند ثانیه برات خلاصه داستان، شخصیت‌ها، دیالوگ اولیه و حتی مراحل بازی رو مینویسه. بعد میریم سراغ طراحی. لئوناردو، دال-ای یا میدجرنی میتونن فقط با یه جمله برات کاراکتر و محیط خلق کنن. مثلا بگی یه ربات خبیث تو دنیای سایبرپانکی با ماسک مشکی، تصویرش حاضر میشه. خب حالا کدنویسی چی؟ کوپایلت یا خود چت جی پی تی به راحتی برات کدهای ساده برای یونیتی یا گودوت میزنن. مکانیکایی مثل حرکت، پرش، شلیک، باز شدن در و غیره رو کامل تحویل میدن. صداگذاری، وایس مود AI، 11 Labs یا حتی RVC میتونن صدای کاراکتر بسازن. برای موزیک هم ابزارهای AI بیسد هستن که موزیک گیم تور تولید میکنن. مثلا مثل بازی‌های اکشن یا ترسناک. یعنی از بالا تا پایین ابزار هست، فقط کافی یه ذره بلد باشی باهاشون کار کنی. ولی وایسا، یه نکته مهم هست که نباید ازش بگذریم. هوش مصنوعی هنوز نمیتونه بفهمه چی خوبه و چی نه. یعنی مثلا ممکنه یه شخصیت بسازه که از لحاظ ظاهری ترسناکه ولی هوش رفتاریش در حد پشه است. میاد وسط بازی میچرخه دور خودش، بعد یهو پرت میشه بیرون از صفحه. یا یه داستانی مینویسه که وسطش یادت میره چی شد. مثلا کاراکتر اصلی اولش پلیسه، وسطش میشه فضانورد، آخرش هم بازنشسته میشه میره تو مزرعه. What؟ در واقع AI هوش داره ولی درک نداره. نمیفهمه مخاطب از چی خوشش میاد یا چطور باید یه مرحله طراحی بشه که هم سخت باشه هم جذاب. چند تا پروژه واقعی هم هستن که با کمک AI ساخته شدن. مثلا بازی‌هایی با گرافیک ساده یا داستان‌های کوتاه. نتیجه خلاقیتشون جالبه ولی هنوز در حد یه پروژه دانش آموزیه، نه یه بازی AAA. البته اگه یه آدم وارد بیاد این ابزارها رو خوب کنار هم بچینه، نتیجه خیلی خفن‌تر میشه. یعنی همکاری انسان به علاوه AI مساویس با بهترین نتیجه فعلا. پس در جواب اون سوال اول که آیا AI میتونه خودش بازی بسازه، باید بگم که جوابش فعلا اینه، نه کاملا، ولی خیلی خیلی نزدیکه. AI الان مثل یه شاگرد زرنگه که همه ابزارا رو بلده ولی هنوز نمیتونه به تنهایی یه شاهکار خلق کنه. ولی آینده معلوم نیست. شاید چند سال دیگه فقط بگی سلام AI، یه بازی اکشن فانتزی با گرافیک شبیه فاینال فانتزی و داستان شبیه ویچر میخوام و چند دقیقه بعد بازیت آماده باشه. تو چی فکر میکنی؟ به نظرت کی اون روز میرسه که AI بتونه بدون دخالت انسان یه بازی کامل بسازه؟ تو کامنت ها بنویس، ما دوست داریم نظرت رو بدونیم. اگه از این سبک ویدیو خوشت اومده یه لایک بزنی کلی انرژی میگیریم. صابم یادت نره دیگه، رفیق باشیم. فعلا برو حالشو ببر.